آخر میروم از عالمی دار فنا، میشوم از خویشی ها رام فرزندان جدا. آه از آن روزی که گوری تنگ منزل میشود، سر به خاکی تیره مانده پیش بالین میشود. شربتی مرگ چشم به هش بیمانم آن زمان، تن بیماند دردم این جان را برم بر آسمان. شربتی مرگ چشم بهش بیمانم آن زمان، تن بیماند دردم این جان را برم بر آسمان. آه از آن روزی که گوری تن منزل می شود، سر به خاکی تیره مانده پیش بالین می شود. آه از آن روزی که گوری تن منزل می شود، سر به خاکی تیره مانده پیش بالین می شود. از آن شب‌های تار کنج قبرستان من، آه از آن تنگی نگار و کلبهی مهران من، آه از آن بارانی غم دیواری خاکم نم کشید، آه از آن دیواری خاک و دیدهی گریان من. لحب بارای من با پدر توپو سازد این خارخسار من. خاکم میرزد ز ایوان لحب بارای من با پدر توپو سازد این خارخسار من. سبزهی زیر لبت همچون به مشک و توتیاز، آن کبوتر خانه مادر بر لب بودن باز من. روی من در زیر گل هم تا قیامت ماند، تو برادر که بخواند مذهب و قرآن من. چی خلق کرده ای پروردگار، منزلش را گور کردی امر حالش مور مار. آدم را چی خلق کرده ای پروردگار، منزلش را گور کردی امر حالش مور مار. دیار خاک شو در کوی صاحب دولت ها، چون که این دنیای فانی مثل زندان ها منه. هوای لاله گل بر تن که بر تن بر تن است امشب، زبانی سرخ چون سبزم که سبزم سم است امشب، که سبزم سم است امشب. سنگین
که میخونه از نچید شاگرد همون انسان است نچید نبود انا کو به سخن که برادر اخری حقیقتره که آدمو میگن میشنیم پدر و منقل میشنم که وقتی که بعد جنگ بزرگ وطنی پدر ما چولاق شد دست نبرد بعد خیلی در کلخوز در کار موندنش برای خدمت کردگی جنگشی بعد موجود کشیدن پدر ما رو موجود کردن ریونی کویبش اومدگین که رحمتی مادرم پخته را دیده است تصور روزین پخته را بی لوبی را اما افتاد که انا زرگان تون دینده دوه خیلی لوبی کار میکنه کرد نبدونیست است که پخته چیه بعد همونجا یک 10-12 روز همون گریزا را فرو وردن در ریونی که کویبش بعد زمین جنبیده است چلن هم پدر ما در اینجا آمد چلنم که زمین جنبید بعد پدر ما افتاد که یک من برم که اپا و خواهر داداران در همون کی زنده کی مرده بعد سنی حاید رفته حاید که میره همه را میوه اما من نمیوه اما من همین لشکر گفتن آدم لشکر رحمدین رایکان کم سمول هم تر آدم های کار کن بده همین اپای رحمتی زفر نازیم در دستی همین لشکر بوده و ده کودکش ده دخترچهش قطعی تای خواب مزنی لشکر بگوی اپای همین زفر نازیم این رفاتی که خواهرچه با این میدم میسود یعنی تو رحمتی زفر نازیم چند سال فرق میکنه؟ همه 5-6 سال فرق میکنه چون که او با کلونک بند در خاطر دارم که هیچ که او وقت رادیو نداشت نوتری پتیفون بوده داخل رکورد بودن رادیو 2 تا باتری میداد تا چه نکنه تیمورچین باتری داشت بعد پلاستیکای سیاه بودن در خاطر دارم که همه رحمتی زفر هم در همون خونه پدر ما در خونه خطی خواهرش خطی از نچه من همون اصل داشت همون لشکر رو با چی میکردم بعدی پدر مکی رفت هایید بعد همه ما را دست همون مردک یافت در اکشن بعد گرفت اومدن همیجا که با طرف هایش ناک اومدن بعد همیش زفر نازیم در خونه همیش بچه یاش بود منم خیلی با یاشتر بود موقعی کم کم عقل دارم که همون ستالین که مرد چخیل لاخک بستن در بیرون گوش که موشنو سیگنالش دو چی در میجا کم لاخک سرخبت بستن وقتی در گور موندنش پایزا با خود سخت باز کردن که بعد همونجا من میدونم که همین رحمتی زفر چوک زگمان بود برادیا گفتنی کینوی جنوب 420 کینو بود حال هم در خاطر من کینوی همین میراجو سه ژاپنی یک پکلون هندستانی نمیره قاقشوی میخونه همین که زفر با ما گوش میکن هم پلاستیکا را میمونده پیش همون اما قیمه که چند مرتبه ایگولکه همون پلاستیکا مونا شکسته بود در روزگاه خیستن که زفر گرفته بود چند وقت نبود در خاطر هم کبام بخوش که مشکستمش اگر نه او شکسته بودشم تفولای چه منطقی داشت دیسکویلم در خاطر دارم که همه عبدالله نازلی هم زپیشش بود در همونجا بعد همین انا حالی یک اکتور دیگه کلو باید مرمورکی نتی مرمورکی میگه انا میموند زفر میره بعد پیت که دارنا اینا میره میگفت یک چورا در خیلی خلطه که دارو که چومید زفر نیتا چک برادیگا میکرد همین سرشایش همین اشنوی همین ایندگی را بسیار نقض میدی خیلی دنیا چرخ فرد چه مثال با زمین که جنبید بعد یه دیگه زندگی دیگه خیلشی با پدر ما حسار کتیه رفتیم میداد بعد چند سال بعد یه همه ما وعده بچهش که یا قطعی رفتن همونجا دم گرفتن همونجا بعد در کلخوز لینیزم ریان حصار زفر نازیم همونجا در انسامبل لایلایی که تشکیلش شد استا و مستر دو بچه ها یوشر بدن همونجا من مکانیزات در کلخوز کتوات میکنم از سال بودی؟ سال 64 66 هم تریو از 64 چون که 65 مرتبه تمام کرد 65 66 در کلخوزی لینیز ریان حصار گفتن زفر نازیم انسامبل لایلا سالیس اومدن تختخان ابراهیم و گفتن حافظ بود قطعی زفر نازیم
بعد میسره دیدار الفت با آمدم بر و نمیو کم کم برهایم در خاطر مثلا همین رحمتی ظفر اومد یک لاکی بهم خراب جمعه به قسم و همون قطعی برمه بود بعد در همین بعد با پختچینی شو آوردن کلخوز همون لیزم همین ظفر روی پختچینی شو آوردن در همونجا بعد رحمتی مادرش که مرد حالم در خاطر است که فرتی که پختچینی در تای کنمون گفت که رشته عمرم تماما کنده شد این حالم در خاطر من همیجاش در کی گفت اینا؟ ظفر برای اچهش باید گفت که رشته عمرم تماما کنده شد بعد برای اچهش درود بود بعد شما من در عشق دختر حویت میگفت خاک بعد اساسا شما منو کردیم عقل فهمیدیم سرعت و کنم کسب قپیدار منو چی چیز در معنی سر می جایگون میشه ای بچگی میاشیمو که همین جو لحجه رحمتی گاج ظفر در دل دیگه تای حافظه حاضر بر من که دسته که دمو در کار بود گرفتم دیموجا دیگه ما هیچ کار دوست داشتن نمیتونستیم واقعا دیگه حالا بعد شاگرداش پای داشتن مثال دوست مراد علی اساسا بر من ظفری قدیم بود عزت الله امان بود بابا جان عزیز و هم میاره شما قطعی رحمتی ظفر نازین شش خیز دوی طرف اومد تایی داشته؟ نه وقتی که جای ما دیگه بود سیوتا که نیستنی قمسنگیری جا می اومد پیش خونه همون لشکر ویو می اومدن پیش رای کریم جان می اومد کریم جان خیلی خشت باره ماخی انا با اینا گیم و همین معلم حاجی مفتای نجد دریتیجی فرمان بیشد از رحمان خاک قرار شد روان های تکر دست میران زلزله شد در های تکر دست میران زلزله شد در آبه های کبوتای 18,000 نوبوتای ماندگیش در دوبوتای زلزله شد در های ماندگیش در دوبوتای زلزله شد در های مهمون دوست بود می تینون آب چای خانه های ایران آب که بود پر از خون زلزله شد در آبی که بود پر از خون زلزله شد در یرخید بود مستانه در کالخوزهای یگانه نه آدم و نه خانه زلزله شد در نه آدم و نه خانه زلزله شد در زمین جنبید یک باره درهای تو او بره زمین جنبید یک باره درهای تو او بره زمین شد پاره پاره زلزله شد در زمین شد پاره پاره زلزله شد در شما شد ای حسارت مرده شد ای قطارت شما شد ای حسارت مرده شد ای قطارت خیش تبر بیدارت زلزله شد در خیش تبر بیدارت زلزله شد در شیرا بخوان شاری نامش میرزای دوتاری آه از برای بسیاری زلزله شد در آه از برای بسیاری زلزله شد در
آنقدر را لاله بکن وطن را مرده های به کفن را زلزله شد در خواهی مرده های به کفن را زلزله شد در خواهی کردن مجیر قلعه را کردن جزیر کردن مجیر قلعه را کردن جزیر کشید قلمی تقدیر زلزله شد در خواهی کشید قلمی تقدیر زلزله شد در گفتم خدای جبار غریبون را نگهدار گفتم خدای جبار غریبون را نگهدار خلقی های تخماتار زلزله شد در خواهی خلقی های تخماتار زلزله شد در خواهی فرمان بشد از رحمان خاک قرار شد روان های تکر دست ویران زلزله شد در خواهی های تکر دست ویران زلزله شد در